چطوری با داشبورد پلت کار کنیم؟ بعد از ورود به اپلیکیشن اولین بخشی که شما مشاهده میکنید داشبورد شماست. قسمت اول اسمش تعداد سفارشاته که شما میتونید درآمد خودتون رو از تعداد سفارشاتتون توی روز، هفته، ماه و سال مشاهده کنید. خط اول درآمد شماست و خط بعدی تعداد کل سفارشاتی که توی این مدت زمان ثبت شده. در قسمت بعدی میتونید تعداد کاربران خودتون رو نسبت به تعداد کل کاربرانی که داشتین توی هفته، ماه و سال مشاهده بکنید. و در نهایت توی داشبوردتون 2 نمودار تعریف شده. نمودار اول نسبت فروش محصولتون به تعداد بازدید کنندگان یا کسایی که با شما صحبت کردن بوده که این نمودار رو هم میتونید توی بازه‌های مختلف زمانی مشاهده کنید. نمودار بعدی مشتریان وفادار شماست که تعداد مشتریانی که قبلا از شما خرید داشتن و دوباره به فروشگاه شما برگشتن و شروع به صحبت کردن رو نشون میده. امیدوارم بعد از این ویدیو با داشبورد پلت آشنا شده باشید.